Hey you guys, welcome back to another unit of the book Vocabulary in Use Level Elementary. So glad and happy to have you back. خیلی خب میخوایم با یک یونیت جدید با همدیگه شروع بکنیم و در این یونیت میخوایم در مورد اسپورتس یا ورزش ها و انواع ورزش ها، اسمهای ورزش ها، وسایلی که ممکنه توی ورزش استفاده بشه با همدیگه صحبت بکنیم. توی قسمت اول کلمه‌ای که داریم میگه اسپورتس، ورزش ها، ball games یا بازی هایی که با توپ هستن. We play all these sports. ما همه این ورزش ها رو با verb یا فعل play استفاده می کنیم. مثل این که ما میگیم play football, okay? Play rugby, play American football, play basketball, play badminton, okay? بدمینتون رو داریم، بسکتبال رو داریم، فوتبال آمریکایی رو داریم، راگبی رو داریم و فوتبال معمول. خب بیسبال رو داریم بچه ها، تنیس رو داریم، والیبال رو داریم، تیبل تنیس رو داریم و همه اینها رو ما پلی میکنیم. خب other popular sports، بقیه ورزش های پاپیولار یا محبوب مثل چی؟ swimming شنا کردن، running دویدن، sailing okay دریانوردی okay و motor racing یا ماشین مسابقه یا مسابقه با ماشین های خیلی سریع، horse racing مسابقات اسب سواری، جودو یا کراتی okay. بعد بچه ها کاراته یا جودو رو داریم، snowboarding okay یا اسکی روی برف رو داریم، اسکینگ اوکی، اسکی دوتایی رو میگن اسکینگ. snowboarding این بوردهای تکی هستن. خب بعد کایاکینگ اوکی، کایا این کشتی هایی که تک نفرن و حالا بلندشون هم خیلی هستش و البته توی ورزش ها که چند نفر به ردیف پشت سر هم میشینن و اینها رو اینجوری پاروهاش رو میزنن. خب قسمت بعدی میگه We can use go with all these sports listed in B apart from judo and karate یا کاراتی اوکی. بچه کراتی یا کراتی جفتش هم درسته. خب بستگی داره به اون ریجن یا منطقه‌ای که این ورزش داره اونجا تدریس میشه. این تلفظهای مختلفی رو داره. I go running every day. میگه بچه ها ما همه این ورزش ها رو میتونیم باهاشون با verb go بیاریم، مثل اینکه بگیم go swimming, go running, go sailing و میگه که تمام این ورزش ها خب بجز کراتی و جودو. I go running every day. من هر روز میرم دویدن. I went skiing last year. من پارسال رفتم اسکی. We use do with judo and karate. بچه میگه برای جودو و کاراته ما از do استفاده میکنه. مثلا میگیم I do judo. خب she does judo. اوکی، به خاطر اینکه با با فاعل‌های سوم شخص، فعل‌های کمکی یا فعل‌های اصلی سوم شخص میان. خب قسمت بعدی رو میگه where we do sports، جاها و مکانهایی که ما اون ورزش ها رو انجام میدیم. We play tennis, badminton, volleyball, basketball on a tennis, badminton, volleyball, basketball court. Okay؟ زمین بدمینتون، والیبال، بسکتبال و تنیس رو خب به قولی بهش میگن court یا همون زمین اینها. We play football, rugby on a football rugby pitch. Okay? زمین فوتبال یا راگبی رو بهش میگن pitch. We swim in a swimming pool. بچه ها استخر رو بهش میگن swimming pool. Many towns have a sports center. میگه خیلی از شهرها مرکزهای ورزشی دارن. You can do lots of different sports there. میتونین شما ورزش های متفاوتی رو در اونجا انجام بدین. Expression داریم بچه ها و phrase یا اصطلاحاتی رو جدید میخوایم یاد بگیریم که میگه Do you do any sports؟ آیا ورزشی انجام میدی؟ Yes, I go swimming, running, sailing, kayaking. Okay? خب میگه مثلا من میرم به این 4 تا ورزش. Do you play football, tennis, badminton?
آیا مثلا فوتبال، تنیس یا بدمینتون بازی میکنی؟ I play tennis. Which sports do you play? کدوم یکی از ورزش ها رو شما play میکنی، انجام میدی، بازی میکنی؟ What's your favorite sport? ورزش favorite یا مورد علاقت کدومه؟ I like motor racing best. I like motor racing best. من مسابقات موتور رو از همه بیشتر دوست دارم. حالا شما میتونید هر کدوم از این ورزش ها رو به جای موتور ریسینگ بذارین. خب حالا شما داخل یک جمله به من بگین ببینم کدوم ورزش رو دوست دارین و کدوم ورزش رو از همه بیشتر دوست دارین. خب امیدوارم که این جلسه هم براتون مفید واقع شده باشه و کلی لغت جدید یاد گرفته باشین. سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدارتون.